هم دوستان امروز اومدیم با یه ویدیو دیگه از کانال مستر دراگون. امروز اومدیم با آموزش نصب و استفاده از یه وی پی ان که من خودم چند وقته تو فری فایر پلی میدم و خیلی پینگ خوبی داره و اینستا و یوتیوب و هم اینجاها هم میرم، خیلی واقعا خوب لود میکنه. دوستان دو ویدیو قبلتر من یه ویدیو گذاشته بودم که آموزش رفتن تو فری فایر بدون وی پی ان بود. یه سریا اومدن گفتن که نمیدونم بک میخوره تو لابی، شروع نمیشه، لود نمیشه و به خاطر همینم ما اومدیم این وی پی رو بدیم که شما با راحتی باهاش گیم بزنید که پینگ خیلی خوبی هم داره. دوستان این ویدیو رو لایک کنید و کانال ما رو سابسکرایب کنید. من واقعا نیاز به حمایت دارم و سابسکرایب و لایک کردن بیشتر از 1 ثانیه طول نمیکشه. ویدیو همین آموزش رفتن تو فری فایر بدون وی پی که گذاشته بودم 400 تا بازدید خورده بود با 8 تا لایک فکر کنم، که نسبت به بازدیداش لایکاش خیلی کم بود. و ویدیو رو وقتی که بیشتر لایک میکنین یوتیوب فکر میکنه که این ویدیو مفیده و چون لایک زیادی خورده بازدید بیشتری هم میخوره و پیشنهادی بیشتری میده. دوستان بریم برای آموزش نصب و استفاده از این وی پی ان. ویدیو رو هم عقب جلو نکنید که برای یه سری نکته ها میگم برای استفاده از وی پی ان. بریم برای آموزش. خب دوستان همینطور که میبینین الان وی پی ان برای من متصله، حالا من قطعش کنم. خب دوستان اینجا همینطور که میبینید اینجا بخش سروراست و با اولی ما کاری نداریم، به اولی اصلا دست نزنین. خب و اینکه اینجا هم همینطور که میبینید تایمش، الان من 20 دقیقه تایم دارم و تایم گرفتنش نمیدونم چرا مشکل داره، تایم نمیده. حالا شما هم امتحان کنین، اگه داد کیش، اگه نداد من الان بهتون آموزش میدم که اگه تایم نداد من چجوری بهتون چجوری تایم بگیرین. خب دوستان اینجا سرورایی که داره خیلی سرور داره، ببینید همینجا که میبینید خیلی سرور داره، ولی یه سریاشون کار نمیکنه، یه سریاشون میکنه. حالا من از این سرور استفاده میکنم، میایم پایین و همینطور که میبینید اینجا به این شکل سرورهای ایرانی است. سرورهای ایرانی که خیلی خوب کار میکنن، همه جا هم لود میکنن. همینطور که میبینید اینجا برای وای فای هم داره، برای وای فای داره، برای همراه اول داره، برای ایرانسل داره. ولی من از این دوتای اولی استفاده میکنم، از این دوتای اولی. دومیه این خیلی سرعت داره، واقعا سرعتش زیاده، الان بهتون نشون میدم تو فری فایر. حالا برای نصب این وی پی ان من خود وی پی ان رو حالا متصل کنم که بریم اونجا بهتون نشون بدم. خب متصل میکنید وی پی ان رو و به فروشگاه گوگل پلی میرید دیگه، فروشگاه گوگل پلی میرید. خب اینجاست، این رو سرچ میکنید، ببینید به این شکل اینو سرچ میکنید، وان شیلد پلاس اینو سرچ میکنید و همینطور که میبینید اینو نصب میکنید، وی پی ان رو نصب میکنید. و خب حالا این وی پی ان متصله، حالا ما بریم یه بار توی یوتیوب و یه بار هم توی اینستا امتحان کنیم. دوستان تا اینم بگم تایمتون که تموم شد، برای تایم گرفتن الان ببین 19 دقیقه من تایم دارم. تایمتون که تموم شد اگه دیدین که تایم نمیده این اد تایم رو اینجا بزنید. ببین الان من میزنم، خب همینطور که میبینید تایم نمیده. ببین اینجا نوشته اد ایز لودینگ، ببین واچ اد نکن، واچ اد رو میزنید و شاید تایم بده شاید نده. برای یه سریا کار نمیکنه، برای بعضیا تایم نمیده. اگه دیدین که تایم نمیده یک بار داده های برنامه رو حذف کنید، حذف کنید و دوباره بیاین فلشگن رو باز کنید و میبینین که تایمتون دوباره شده 30 دقیقه و میتونین که به خوبی استفاده کنین از وی پی ان. حالا اینو بزنیم بره، میتونین اینو میزنیم میره. همینطور که میبینید الان ببینیم اگه تایم بده میده. خب همینطور که اینجا یه ثانیه نوشته، ببینیم که تایمو میده یا اینکه نه. همینطور که میبینید تایم نداد، الان این دوباره هم چیز شد، تایم نداد، تایم نمیده کلن.
پس همونطور که گفتم داده های برنامه رو حذف کنید تا بتونید تایم بگیرید. حالا برای نصب این وی پی هم که گفتم باید چیکار کنیم؟ بریم برای تست سرعتش. دوستان ما میریم توی یوتیوب تست میکنیم. توی یوتیوب همینطور که میبینید با سرعت خیلی بالا لود میکنه. بله میایم پایین تر. همونطور که میبینید حالا ما یه چیزی رو بزنیم اینجا ببینیم چجوری لود میکنه. بله ببینید اینو بزنیم مثلا نکنید 3 2 اصلا نذاش من بشمارم. نگاه کنید 3 ببینید تو 1 صدم ثانیه باز میکنه. ببینید 1 صدم ثانیه. بله همینطور که میبینید خیلی سریع باز میکنه. بله خب بریم حالا توی فری فایر و تستش کنیم. خب دوستان ببینیم که با چه سرعتی با چه پینگی فری فایر رو باز میکنه. خب همینطور که میبینید خیلی سریع لود کرد. بله دوباره اینجا هم بزنیم سریع بریم تو ترینینگ یه تستی از این فیلتر شکن بگیریم. خب اینجا لود شه کمی صبر میکنیم. بله اگه حالا اومد اینجاش من بهتون پینگش هم نشون بدم که بله اینجا ترینینگ رو میزنیم و میریم توی ترینینگ تا پینگش هم ببینیم. بله دوستان اولش هم اینطور که میبینید 24 ببینید مثلا 47 اینا، ولی بعدش مثلا بالای 150 نمیره، میره ها ولی کم دیگه، بیشتر مثلا پایینه. بریم یه تستی هم بگیریم. بله همینطور که میبینی پینگش ثابته. خب بریم یه انمی پیدا کنیم بزنیم تا شما هم ببینید دیگه پینگ چطوره. دوستان همینطور که میبینی پینگ خیلی ثابتی داره. اینا هم فرصت گیر آوردن نمیذارم ما یه کیل بگیریم دیده بشه. بله همینطور که میبینید خیلی با سرعت کیلا رو میگیره. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیوهای بعدی خدا نگهدار.